به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان عزیز سلام. ما با شما یگان برنامه خاص نداریم، تنها یک گفتگو و یک نشستی عمومی داریم، صمیمانه دوستانه درباره واقعیت و حقیقت. چگونه که شما آگاه هستید، دیروز بعد از اون گرد همایی که جوانان و فعالان تاجیک در خارج کشور انجام دادند، مقامات کشور یک گروه کلانی از بستگان این فعالان را بازداشت کردند، به کمیته دولتی امنیت بردند یا اینکه به وزارت کارهای داخله، و از بعضی آنها تا حال خبر ندارند که در کجا هستند. تمام اینها به خاطر این است که یک گروه جوانان میخواهند از حقیقت، از واقعیت و از عدالت سخن بگویند. این اعتراض ها به خاطر چی بود؟ به خاطر بازداشت یک گروه کلانی مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و طلب حکم ابد برای بعضی از آنها، طلب حبس ابد برای یک گروه از مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در پشت درهای بسته و ظالمانه انجام شده است. و از طرف دیگر میخواستند به اون رفراندومی که اصلا غلامی ملت را به بار میآورد نبینند و بگویند که این رفراندوم در جامعه ما چیزی نیست جز از گذشتن از یک مرحله بد به مرحله بدتر. به همین خاطر ما اینجا جمع آمدیم و میخواهیم که از این دوستان اون چی که در دل دارن بشنویم و با هم یک گفتگوی صمیمانه و دوستانه داشته باشیم. برادر عزیز سهراب، از شما شروع کنیم. شما چگونه که آگاه شدیم، خانواده شما را دیروز قبل از اون که شما در گرد همایی شرکت کنید، خانواده شما رو از خانه‌تون بردن و تا حال نمیدونید که در کجا هستن یا اینکه میدونید. به هر حال جزئیات اون رو مطرح کنید اگر. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، دیروز قبل از تظاهراتی که گذراندیم در یک جایی که بودیم، بعد از او به ما خبر رسید که حتی قبل از اون تظاهراتی که ما شروع کردیم الکی اون را گرفته بردن و این باری اول هم نیست. البته که بالای سر مبارزین این هم فشارا میاد، یعنی که تهدیدا فشار بالای نزدیکای اونا میاد. البته این باری اول نیست و این در تاریخ هم آمده است که هر نفری که مقاومت میکنه علیه ظالم، البته بالای سر او میگونه فشارها و تهدیدها میشوند. این باری اول هم نیست و باری اخران هم نیست. و چرا که شما پیشتر ذکر کردین، مقصد اساسی همه این ظلم و فشاری که میکنن بالای سر نزدیکان ما و شما، سببش در اون است که یعنی او اسنادی که اونا تیار کردن نسبت ما و شما و از او دولت‌های دیگر خواستن که ما را به اونا تسلیم کنن، میسر نشیدن، موفق نشیدن. به این خاطر دست میزنن به نزدیکای ما، بخش اقربای ما. و اینم بگیم زیادتر شرمنده میشون از اونه که طلب ما را میکردن، طلب استرداد میکردن و این عملی که این شب روز کرده استن در این باز زیادتر شرمنده تر میشون. و فکر میکنم هر یک نفری که اگر گرچه رقیب هم باشیم، و مثال میارم اگر که ما امروز با کسی رقیب باشیم، به هر حال بالای مادرها و خواهرای اونا ما احترام داریم. یعنی که مرد در یگان حالت حتی به دشمن خودش روا نمیبینه که بالای مادر، خواهر، همسر او یعنی که یگان عملهای نامردانه کنه. و به همین خاطر چرا گفتیم خب این باری اول و اخیر هم نیست. رقیبان خوب میدونیم، حرکتش سیاستش خوب میدونیم و این کارم یک روز دو روز پیشتر هم زیاد بود. شخصا بالای برادرایی که میدونم، بالای نزدیکای خودم میدونم که همین فشارا بودن. البته 2 سال اینا چندین بار بود، فقط ما رسانه‌ای نمی‌کردیم و اینم به خاطر بود که مرحله اولی مبارزه بود. نمی‌خواستیم که مردم یعنی روحیش بشکنه، دل شکسته بشن. و ان شاءالله که مردم امروزه ما 1 سال 2 سال پیش فرق میکنه، چی نظرشون در سیاست چی در حرکت اونو فرق میکنه شب و روز. یعنی اگر که ما پیشتر ببینیم، نگاه کنیم، نظر کنیم به قفا، یعنی پیشتر مردم یک ترس و وهم زیاد داشت. در وقت آخر ما ببینیم چقدر جوانو، علاوه جوانو چقدر مقاومت کرده و بر چهرهای خودشون حرکت میکنن، سخن میزنن. و چقدر که شما ذکر کردین، سرچشمه همه این، یعنی که همه این عملهایی که میبینن، همه این نقشهایی که دارن، اساس به خاطر روز 22 مایه
برای رفرندوم راهبسته غلامی، یعنی که ساختار سلاله رحمانوف به این خاطره هر اون نفرایی که مثال امروز محبسن، اون نفرایی که کشته شدن، او عملیاتایی که سال 2008 9 10 11 12 گذرانده شد، حادثه‌های سال 2015 بود، هر یا اونایی که بودن همش به خاطر همین رفرندوم 22 است. اگر که این نفرا زندانی نمیشیدن یا که اون نفرا کشته نمیشیدن، اون نفرا مقصد بیرون نمیشیدن از صحنه سیاست یا که از خدی وطن، اونا فکر نکردم که میموندن که رژیم امروزه مقصد این رفرندوم در بین بمونه. شما این از بستگان شما کی رو؟ پدر و مادرم تا حاضری که خبری که دارم، پدر و مادرم از دیروز یعنی از سحر اونا نبودن و حتی گفتن که برای اونا میتونن لباس بیارن. منظور گپشون که یعنی که اونا اینجا مدت طولانی شاید بمونن. مدت طولانی بمونن. اگر که رژیم امروزه در عقل رسام بود، فکر نکنم که همین عمل پیشه میکرد. برای که اینقدر تهدیدایی که بالای ما و شما شد در این مدت، اینقدر نزدیکای ما کشته شدن، نزدیکای ما زندانی شدن، شریکای ما، همسفرای ما بدن، نفرایی که کشته شدن، نابود شدن در بین ما نیست. اونا کسی چون کرد از مبارزه دست نکشید. پس اگر که در عقل رسام بودن این کارو نمیکردن. امروزن میتونم گفت که از این راه و هیچ وقت نمیگردیم، چون که اولا ما نزد الله قسم میاد کردیم، بعد ناموس ما را مجبور میکنه که توخیل بریم. درست. در این مقطع اگر از شهرت رحمت الله بپرسیم که پدر ایشان یکی از اون محبوسینی هستند که محکوم به حبس ابد شده ایستادند و برای پدر ایشان حاضر طلب کردند که حبس ابد داده شود. ولی در دیروز برادر ایشان هم در کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارد. خب شورا جان بفرمایید چی است قضیه و از کجاست؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، بینندگان عزیز و برادری بابا جان، واقعا اینجا گپ سری این است که خیلی که سهراب جان قید کردن که پیشتر فشارها هم بود وقتی که تا حال ولی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته نبود. فشارها بودن، واقعا فشارها بودن. روزی نبود که پدری مرا به امنیت و روزی نبود که پدری مرا به وزارت کارهای داخلی برای فعالیت‌های سیاسیشان دعوت نکنم. بنابراین این همین گفتنی هم که شاید بعضی‌ها از بینندگان و من از ملت تاجیک چنین سوال کنم که بنده چرا تا این وقت در یگان جا اعتراضی نکرد، بنده چرا در یگان جا رسانه‌ای نکرد. من واقعا مطمئن بودم که عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که الان در زندان هستند و 5 نفری آنها حکم ابد گرفتند، واقعا آنها هیچ گناهی ندارند و از طرف آنها یگان گناه چگونه که حکومت جمهوری تاجیکستان میگویند که گویا که تبادلات کرده باشند و ربط به گنرال عبدالحلیم نظرزاده میدن. من مطمئنم که این تبادلاتی که اینها میگویند و عبدالحلیم نظرزاده رو به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ربط میدن، این واقعا یک مسخره بازی بیش نیست، یک ساختگاری بیش نیست. فکر کردم که اینها آزاد میشوند به روزهای نزدیک. من تا آن فکر نمیکردم که حکومت اینقدر ظالمانه رفتار میکند. ولی متاسفانه امروز به همگان معلوم است که عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعضی از استادان و برادران به خصوص پدر من حکم ابد گرفتند. این واقعا یک مصیبت است بالای ملت تاجیک. این حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص همین رژیم خودکامه به فکر ملت نیست، در فکر قدرت که هستند. نمیخوان یک مخالف، یک نفر، یک شهروند کمبودی های حکومت رو بگویند و انتقام کنند ازشان.
به همین خاطر قضیه فاروق چی است؟ از کی بودن برای چی گفتن؟ قضیه برادرم فاروق رحمت الله واقعا از دیروز بعدی که ما در استانبول در نزد سفارت جمهوری تاجیکستان اعتراض برپا نمودیم و بعض فکر و اعتراض هایمان را نسبت حکومت خودکامه ابراز داشتیم. بعد از چند لحظه به من خبر آمد از داخل کشور خبر رساندن که برادرم رو آمده از خانه 2 نفر از امنیت بازداشت کردن و بردن. بعد از چند لحظه تلفن او رو برگرداندن. واقعا تا حال وقتی که به مادرم حتی فشار هم کردن، حتی تهدید هم کردن، حتی دشنام هم کردن. متاسفانه وقتی که برادرم رو بردن به مادرم گفتن که او رو تا سحر بازپرسی میکنیم. بله، بازپرسی که به مثل همون سودی که الان میگذارن یا که الان گذشته ایستاده است یا که به اتمام رسیده باشد، که تا به حال نه از پیوندان ما در اون سودی که برادران ما رو، استادان ما رو در از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نه از پیوندان ما در اونجا حضور داشتن، اشتراک داشتن، نه از ادوکات ها. درست است شاید ادوکات هایی بودن که اونها از طرف حکومت هم و این واقعی است که وقتی که ادوکات یا از طرف حکومت جمهوری باشد اون به نفع ملت کار نمیکنه. حتی خود ادوکات ها از همین کاری که گذشت باوری ندارن. حتی به هم خاطر میگن که هر چیزی که هست ما فرمان رو اجرا میکنیم. زوجه برادرم رو که عمک داشتن با عمکشون 60 ساله آن رو هم در بازداشتگاه هستن. همون عمک 60 ساله شون در بازداشتگاه قرار دارن. نمیدونم برای چی، خاطری چی. اگر شاید این یک پیامی باشد برای ما جوانانی که شاید ما اعتراض نکنیم، رسانه‌ای نکنیم، ولی من روی راست میگویم که من از نهضت هیچ دست نمیکشم تا وقتی که جان در بدن داریم. خدا خواهد این حرکت مردمی رو دوام خواهیم داد. سلامت باشید. و این مسئله دوباره برمیگردیم. حاضر برادر محمد صابر، شما هم مثل که از خانواده شما هم چند نفر امروز در چیز نیستن، در خونه نیستن، یا اینکه شما چی شد قضیه خبری دارید یا نه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، چیزی که برادر گفته گذاشتن این بار اول نیست که مقامات‌های دخلدار، مقامات‌های حکومت تاجیکستان به نام امنیت ملی، که وقتی که ما امنیت ملی بگیم باید امنیت ملت بسیارتر نظر بکنن از حکومت امروزه. و ما میبینیم که امروز برای حکومت امروزه امنیت یک عائله بالاتر از ملت است. وقتی که امنیت به نام از امنیت ملی باید نظر بکنه به امنیت مردم. و افسوس که امروز فکر نظر یک عائله، یک اولاد بالاتر از ملت مانده شده. بار اول نیست که تهدیدها و فشارها بالای اهل اولاد من، خانواده من، حتی 2 بار فرزند من که 7 ساله است به شعبه کارهای داخل ناحیه رشت دعوت شدن. سبب نمیدونم گناه فرزندی من در چیست. و پدر و مادر من، عائله من، راستی که من از این سخنا صبح سحر من آگاه شدم. فقط آگاهی من این است که پدر و مادر و زوجه ما رو به کمیته امنیت بردگیان. تا حاضر یکون خبری نیست. و چیزی که گفتم گذاشتم بار اول نیست که عملهای غیر انسانی و غیر قانونی را انجام میدن مقامات تاجیکستان. مقصد یا یکی که باید دهان ما پوشیده شد، دست کشیدن از حقیقت، دست کشیدن از حق شهروندی، حقوق انسانی یا که دینی یا که شهروندی، چیزی که در انسان هست باید دست بکشی. تنها باید یک
سخن از حکومت امروزه، از عموما از رئیس جمهور که امروز تصمیم گرفتن با راه رایپرسی، یعنی رئیس جمهور امروزه را به یک مقدسات برابر کنن. اگر امروز نظر بکنیم هر یک قانونگذاری است در گرد اطراف ماده 65 سرقانون جمهوری ترکستان که ربط داره به خودی حکومت، خودی رحمانوف. این انسان‌هایی که در گرد اطراف حکومت هستند اینها البته که دستگیری میکنن. وقتی که آشکار سخن گفته می شود حکومت در لرزه میدره و چخیلی که اینجا برادرها گفتن هر یک گناهایی که ما را گناهگار کردن و در جستجوی اینترپول و دیگر جستجو دادن، دیگر دولت ها انیق کردن، تصدیق کردن که در حقیقت مردمی که امروز سخن میکنن یا نه تروریست هستن نه اکستریمیست هستن. این همون نفرهایی هستن که از سیاست پیش گرفته حکومت امروزه صبریا لبریز شدگی و امروز میبینن که در کدام دولتی که نباشه ما آزادانه میگردیم. یعنی حقیقت بدنی ما را تمام دنیا امروز تصدیق کرد و فهمید که مردم حقیقت جوان و آخران قدمی که حکومت امروز میگذاره فشار آوردن به بالای پدران، مادران، حتی فرزندان، فقط به خاطر که زبانهای ما بسته شود، دهانهای ما پوشیده شود. و روزی 22 که این روز من برای ملت تاجیک شهروندان ترکستان یک روزی ماتم میحسابم، برای چی که روزی 22 بازگشت شهروندان ترکستان، بازگشت به عصرهای میانه، به عصرهای پادشاهی که یک عائله حکم کرد و او را هر حکمی وی عملی میشد بدون یگان انسانی که در یک عقیده خودش بگه، یگان سخنی خودش بگه و هر یک انسانی که بر ضد قانونی حکومت اگر سخن بگه حتما وی زندانی، قتل یا که از وطن بیرون میشه. برای همین اگر حکومت هر یک کاری را امروز انجام میده، هر یک فکری را میکنه، نمیدونم در با کدام عقلشون فکر میکنن که امروز پدری مرا میبرن یا که مادری مرا میبرن یا که زوجه مرا میبرن یا که پسری مرا میبرن، من از راه میگردم، خطا میکنن. امروز تا امروز حکومتی رحمانوف یک از روزهای اول آماده کرد مردم برای روزی 22. این در تاریخ تاجیکستان باید بمانه، ثبت بشه که روز غلام گشتن تاجیکستانی ها بر یک عائله. درست است. حالا میخواستم از فتح الدین، برادر فتح الدین بپرسم که بعد از اینی که در همین گردی همایی همراه ما شرکت کردن، مادر فتح الدین رو هم با کمیته امنیت دعوت کردن یا با کدام نیروهای قدرتی و میتونیم این را دربارش یک چیزی معلوم کنید. به نام خداوند بخشنده مهربان، حمد و سلام خدمت برادران و بینندگان گرامی عرض میکنم. واقعا این درد دل این برادران را وقتی میشنوی باز اون فشار و تعقیبی که بالای خودت هست اون را هیچ نمیشماری و متاسفانه ما هم از این تعقیب و فشارها، عائله ما هم از این تعقیب و فشارها عاری نیست. دیروز یعنی بعد این تظاهرات یا که نمیدونم پیکت به ما خبر رسید از داخل که مادر ما را دعوت کردن امروز، ولی متاسفانه نمیدونم کدام مقامات و کدام یعنی نهادهای حکومتی دعوت کردند و امروز هم رفتند. نمیدونم دیگه خبرها از داخل هم خیلی شده است که به ما کم میرسد، ولی به هر صورت خبر میرسد، دیر یا زود خبرها میان و برای این اومدن خبرها خیلی مردم جانیساری میکنن، چون که از اون نفرانی که خبر میگیری از اونها اگر مستقیما از همون خویشاوندان باشد، از همون نفرانی که اونها را دعوت میکنن، اونها بالای این خبر رسانی هم باز دوباره بالاشون باز فشار و باز تعقیب و باز دعوت و این چیزا صورت میگیرد. و همین خاطر ما با هر یک برادرانی که این فشار و تعقیب ها بالاشون روانه شده ایستاده است تسلیت عرض میکنیم و انشاءالله که اینها به اجر و ثواب نمیمونن و به جواب نمیمونن. انشاءالله جواب خودشون رو این نفران خواهند گرفت. و من فقط یک چیز رو قید کردنی هستم که تنها در یک عائله
وقتی دو سه برادر هستی نمیتونی که یک فکر با یک در یک مسئله یک فکر یک خلاصه همون سه نفر یک باشن. یعنی در یک عائله سه نفر وقتی سه برادر با هم فکرهای گوناگون دارن و فکرهای مختلف دارن، شما میرا بیاید در یک جامعه در یک مجتمعی که 8 میلیون نفره هست تصور کنید که 8 میلیون نفر باید یک نمود فکر کند، یک خیل فکر کند، یک نفر چیزی میگوید باید فکری هوای هر یک نفر دیگر همین 8 میلیون قبول کند که این عقل این رو تصور کردن نیست. این رو مقصد عقل انسانی بشریت هیچ نمیپذیرد. بخصوص در عصر 21 که ما زندگی داریم، هر روزه ساعت به ساعت سکون به سکون پیش رفته ایستاده است دنیا، مردم به پیش رفته ایستادن، ولی متاسفانه این حکومتداران ما نمیدونن که در سرشون چی فکرها دارن و نمیدونن این مجتمع جامعه رو به کدام فکر و نیت هستن که کجا ببرند و به کدام ساحل برسانند. چون وقتی یک نفر مخالف است در خارج یا که یک نفر همه حکومت ها در تمام سراسر جهان مخالف دارن به خودشون، چندین گروه ها و چندین حتی در کنار هم هستند، اونها یک معامله و یک رفتارهای همچون رقیب و این مخالفت بودن معنای دشمنی ندارد. معنای اون نیست که یک نفر وقتی مخالف فکرش شدی تو دشمنی او است یا که وای دشمنی تو است. مخالف بودن حتی برای پیشرفت، برای پیشبرد جامعه اقتصاد همه کمک رسان است. و همین خاطر من یعنی این فشار تعقیب ها را بالای آزادی خواهان، بالای بخصوص نزدیکان و مادران و پدران و خواهران و کودکانی مقصد نورز، من یک فشارهای نوجوان مردانه، یک فشارهایی که به جای یک نفر دیگر جواب گوید، این واقعا یک نوجوان مردی است. این یک تمام معیارها از تمام قانونهای بشریت را عبور کردن است. خب اینجا با فرزند یکی از محبوسان سیاسی دیگر که به تازگی برای او هم طلب حبس ابد کردند، سید عمر حسینی، محمد اقبال حسینی در اینجا حضور دارند. البته نمیدونم شاید از خانواده ایشون هم یگان خبری درباره بازداشت و بردن اینا نباشد یا خبر ندارن یا که چیزی نشده است، نمیدونم. ولی به هر حال درباره عموما درباره همین فشارها و درباره اینکه حکم پدرش که چی حکمی است، مثلا چی فکر میکند، اگر چیزی گفته باشه. خب در اینجا سخنهای برادرها را گوش کردیم. خب در همین حادثه هایی که چند وقت گذشته از پیش و بعد از بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعضی چیزها را مشاهده کردیم. خب بعد از این که حکومت حزب نهضت اسلامی را بست، ما در خارج قرار داشتیم و بعضی فعالیت های همی آزادانه که تمامی بگیم درخواست ما همین بود که فشار بالای همو زندانیا کمتر شود. درخواستی زیادی هم نداشتیم، فقط میخواستیم که یعنی که وجودی همو اعضای حزب نهضت اسلامی و اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان باعث ثبات بود، باعث آرامی و صلح ثبات بود. لکن متاسفانه مقامات این چیزا نمیدونم چه خیلی میفهمیدن یا که چه خیلی یعنی تحلیل و بررسی میکردن. یعنی تصمیم بر همین شده است که دیگر حزب نهضت اسلامی بسته شود به هر حالی که هست. دیگر اونو به این تصمیم یعنی که عزم بستن که این عمل باید که اجرا شود. بعد از اینکه ما هم یک کمتر مثلا فعالیت داشتیم، فشار شد بالای خانواده، بالای برادر، مادر. چند دفعه هم به کمیته امنیتی ملی، وزارت داخله دعوت شدن. خب فقط خواهش از همونا همین است که در اول چی میگفتن در اون وقتا؟ خاموش باشید، کمتر آرام باشید، وضعیت آرام شود، انشالله همه بهبودی می شود. گپشان همین بود. یعنی که فعالیتی بچهای شما در خارج یا فعالیتی اعضای حزب نهضت اسلامی در خارج
در خارج از کشور باعث بدتر شدن وضع همین زندانی‌ها میشود. در اصل ما به این چیزا باور نداشتیم که یعنی حکومت میخواهد با وضع رو آرام کند، لکن در اینجا یعنی که من شخصا خودم برای آرامی دلی یعنی همون نزدیکان و مادر و برادر و خویشاوندان دیگر، به خاطر آرامی دل همونا که آنها آرام شوند، یک مدت خواستم که از همین مبارزه دور باشم، نه اینکه مبارزه رو ترک کنم. من هیچ وقت نیتی ترک مبارزه همون وقت هم نکرده بودم. نیت کرده بودم که یک وقت برای اینکه بفهمیم حکومت از اون چیزی که میخواه صادق است یا که نه، برای اینکه وقتی که اونا رو به همون امنیت ملی دعوت میکردن، خواهش این بود که یعنی کمتر ساکت باشین، انشالله که همش خوب میشود، با همش به همون چیزی پیشینه برمیگرده. این فقط یک همین دولتداری است. همین گپای بسیار میگم که پوچ خام خالی. خب بعد از اینکه دیگه راه خاموشی را یک مدت پیش گرفتیم. خاموشی یعنی که ما هم مثلا کار زیاد نمی‌کردیم برای وطن. کمترین کاری ما همین که در صحفه‌های اجتماعی یک کمتر به ناعدالتی‌هایی که صورت می‌گیرد در داخل تاجیکستان، نه فقط بالای حزب نهضت اسلامی بلکه بالای تمام شهروندان تاجیکستان صورت می‌گیرد، اعتراض خودمان را به هم فقط بیان کنیم. لکن متاسفانه وقتی که بعد از گذشت چند ماه دیدیم 9 ماه شد، برعکس حال بدتر شده است. خاموشی ما سببی بدتر شدنی هم وضعیت خودی هم اعضای حرکت اسلامی و هم بدتر شدنی وضعیت خودی تاجیکستان به همین چیز سبب شده. خلاصه من از همین خاموشی هم بگیم که همین است که میبینم این امروز تقریبا 2 هفته پیش دوستان کل کشور حبس ابد برای پدر من و 4 نفر دیگر از اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی طلب کرده است. برای چی؟ برای چی این حکومت طلب کرده است یا که برای چی آنها را زندانی کرده است؟ همین چیز هم سبب میشه و همین چیزهای گذشته هم سبب شد که باز من شخصا تصمیم گرفتم که باز دوباره قوی تر از پیش به میدان مبارزه در کنار برادرانم از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از گروه هایی که گروه 24 دیگر گروه ها سخت‌تر مبارزه را باز دوام بدیم. اگر ما یک بار نگاه کنیم از نگاهی دینی به قضیه نگاه کنیم، خداوند هم در قرآن میگه که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، یعنی که از این نگاه ما یک دلیل داریم برای این چیز که این یک امتحان است برای هر یکی ما درباره اینکه خداوند انسان‌ها را امتحان میکند به واسطه کمبود در مال یا که در مالشان یا در جانشان یا در تمامی چیزهایی که امروز وجود دارد و این میتواند برای ما یک امتحان باشد، درست. ولی از نگاه دیگر برای حکومت شما همچون امروز اگر فکر کنید کدام معیار ارزشی و کدام معیار یک بگیم قانونی اجازت میتید که پدر به جای پسر مجازات شود یا پسر به جای پدر مجازات شود یا که فرزند نمیدونم زن برای به جای همسر در یگان جا شما این رو دیدید و کدام گروه و کدام بگیم طایفه و نمیدونم دولت و ملت هست یا ملت کی نیست، حتما یک گروه هست که میخواد از این چیزها میتونه استفاده کنه. اساس در اینجا ببینید بسیار افراد وقتی که صحبت میکنن میگن که اصلا نمیدونم که سببش در چی است، یعنی که عملهایی که رژیم امروزه میکنن نفرها در حیرت میمونن، میگن سببش در چی باشه، یک علامت سوال نزد میمونه. و من را گفتنیم که فکر شخصی من است که 22 می جواب به همه سوالا هست. یعنی که بیا نظر کنیم بعد 2003 وقتی شادروان عبدالله نوری اون نفر زیدیتی کردن، یاد دارین البته وقتا نفر انگوش شمار بودن که زیدیتی میکردن. شادروان عبدالله نوری زیدیتی کرده بودن 2003
حتی سال 99 هم زیدیت کرده بودن و خب گفتن به خاطر صلح و ثبات بیا خاموشی، خب خاموشی را با اختیار کردن. گفتن خب باشه یک 7 ساله شاید بعد 7 سال تغییر میشه، شاید بعد 7 سال میره. بله، نه که در 3 سالی که مهلتش مونده بود 2 7 ساله وارد کرد. و دیگه اشرف عبدالله نوری که زیدیتی کردن در اینجا چی گپ شد؟ نایب اون کس ناپدید شد. شمس‌الدین اگر خطا نکنم درست ناپدید. فقط بعد از 1 هفته خبر اومد که در پدول کجا در تهخانه یعنی که امنیت قرار داره. بعد از اونم با خاموشی 2003 7 سال دیگه گذشت. با امروز علامت‌های سوال زیاد پیدا شد. برای چی رشت 2008 سال، برای چی بدخشان، برای چی کوکنار 2009، برای چی فلان وزیر کشته شد، برای چی فلانش دزدیده شد، برای چی این زندانی شد، برای چی حزب نهضت اسلامی، برای چی عمر علی قوت کشته شد. امروز جواب به همه سوالا گرفتیم. یعنی شما مطمئنین که بله 22 که مای این جواب به همه سوالا است. یعنی که ساختار سلوله رحمانوف اگر که این نفرا که زندانی نمیشدن، این نفرا کشته نمیشدن، اینا که نمیموندن مردم تا به اینجا برسن. و این هم امروز یک امتحان کلان بالای سر مردم تاجیکستان است تا برای ما را خوب درس بشوه. شخصیتایی که در تاجیکستان هستن، تاجیکستانی هستن، گناه اینا فقط یک که تاجیکستانی و نظر شخصی خودشان دارن. گناه بزرگ میگه که نظر شخصی را دارن و در تاجیکستان زندگی میکنن، شهروندی تاجیکستان دارن. و با ما و شما معلوم است که هر یک انسانی که در تاجیکستان نظری شخصی داره و نظری وی به نظر حکومتی امروزه موافق نیست، البته وی کجا میشه؟ از بین میره. و حتی از سازمان جهانی برای توسعه یک مادر بود که 57 یا که 60 ساله وقتی پسر وی از زندانی کردن برآمد سخن گفت. حکومت امروزه رحم به همون مادر نکرد، در جستجوی بین المللی داد و 1 سال حیات امروزه در زندان در روسیه گذراند. ما چه خیلی امروز باور بکنیم و با این حکومت در سر یک میز بشینیم خاطر صحبت کنیم. وقتی که حکومت خود رئیس جمهور دستش به قلبش میمونه که وطن رو مثل مادر به قلب، به جان، به عمل تان دوست بداره. آیا زندان کردن این مادر برای درد دیدی خشبدن، برای سخن حق گفتن و پشت پنجره روان کردن این نشانه وطن دوستی و ملت دوستیه؟ امروز پیام من به تمام نفرایی که امروز در پهلوی حکومت هستند برای یک بریده نانی که از دهان مردم گرفته میشه و اونها امروز فرزندای خودشون اهل و عائله‌شون میخرانن، برای ایش ده هیچگاه فشار بالای مردم نیاره و گمان بکنه که فشار آوردن اصلا به بالای خانواده من سری راهی مرا میگیره، بازم میگم که خطا میکنی. شما هم بارها میدونی که بار اول و بار اخیر نیست که فشار میاری و امروز هم سری راهی مرا گرفتن نمیتونم. ببینید امروز یک حالتی هست که در تاجیکستان تنها ما فقط شاهدی چی هستیم. معمولا اعلان میکنن که تاجیکا باید که در کشورهای دیگر سخت جستجو شوند و برگردانده شوند. همیشه خبرها پرزیدنت ما به هر کجایی که سفر میکنه درباره استرداد، بازداشت، بازجویی، برگرداندن و همین صحبت میکنه. درباره شهروندی تاجیکستان وقتی صحبت میشود درباره همین است، یا که استرداد، گرین فروشی، نمیدونم همین. نه که بالای مردم مهاجری که از برنامه ندارن که اونها را به وطن بگردونن بیارن. بله، فقط این درباره این است که از اونها یعنی که هراس دارن. بله، این یعنی منظور. ببینید شما پرزیدنت افغانستان وقتی به تاجیکستان میاد، وقتی درباره شهروندای افغانستان صحبت میکند، میگه که پلیس تاجیکستان باید با شهروندای افغانستان درست مناسبت کند. ولی پرزیدنت ما در یگان جا نشده است که طلب کند یک بار حداقل از روسیه یا از قزاقستان یا از قرقیزستان یا از ازبکستان تا با تاجیکستانی های اونجا، با شهروندان تاجیکستان مناسبت انسانی کنند. آیا یک بار این رو کسی از پرزیدنت ما شنیده است؟ بعد از تاکید و انتقاد شدید و چندین بار گفتن ما و شما، دیروز فهمیدیم که پرزیدنت با این 3 نفر کشته شده تعزیه بیان کرد. اولین بار رژیمی که میبینیم که رژیم دیکتاتوری که است، اگر ما در تاریخ نظر کنیم، وقتی که اونو قریب به سرنگون شوی میان، در یک حالتی میشوند که کنترلشون از دست میتن.
به هر ظلم زیادتر میکنن، ظلم شدیدتر میشه بالای مردم، به خاطری که احساساتی میشوند و کنترل خودشون گم میکنن. و این هم یکی از نشانه‌های ما است که رژیم امروزه انشالله که نه ضعف بودن این معلوم است، سرنگون شدنش نزدیک است انشالله. فقط گپ در خودی اساس امروز ما سخن میکنیم، اساس امروز ما سخن میکنیم، شخصا خدمه امروز بر رژیم گپی ندارم، حرفی ندارم، چون که اون معلوم است یک رژیمی است که میخواد ما را نست کنه. اساس امروز سخن ما بالای مردم است، باید ما مردم هم بگیم که مسئول خش باشن، یعنی زندگیشون به دست خودشون بگیرن. رژیم که ما فهمیدیم که بوده است، یعنی که در پی کشتن ما، قتل کردن ما و ساختار سلولای خودش بوده است. سلامت باشید. درست است. خب اگر موافق باشید امروز بحثمون رو با پایان بریم با یک جنبست عمومی. اون چیزی که در اینجا گفته شد، این مردم با وجود اینکه خانواده هاشون، بستگانشون نیروهای قدرتی کشور بازداشت کردند، از راه خود برگشتنی نیستند و این پیام را دادنی هستند که تا آخر مبارزه خودشون ادامه خواهند داد. ولی شما یک چیز را بدانید، پدر و مادرانی که امروز در دست شما هستند، اونا پدر و مادران هر یک تاجیکستانی هستند که مبارز است. شما با این کارتون یک چیز را فقط ثابت میکنید، این که شما مرد نیستید. چون که در یگان مبارزه دنیا، حتی در جنگ‌های مسلحانه، با زن و کودک و با اینها هیچ کس کار نمیگیرد، بجز همونهایی که ظالمند، بجز همونهایی که قاتلند. پس مردم خودش بهای شما را خواهد داد و این مطمئن باشید بر ضرر خود شما خواهد بود. و ما در برنامه‌های بعد در این زمینه باز صحبت خواهیم کرد و با هم برنامه‌های بهتری را خواهیم داشت و اگرچه امکاناتی کمتری داریم ولی کوشش میکنیم در برنامه‌های بعد با یک امکانات بهتر و صحبت‌های بهتر باشد ان شاء الله. سلامت باشید. خدا نگهدار.